خراب کردن یا آباد کردن خانه هیچ ربطی به میت نداره. اگر کسی کدام اعتقادی داشته باشه، کدام فالی ببینه، کدام عقیده بدی به ای داشته باشه، دیگر باید عقیده خدا از این دور بکنه و هیچ ربطی نداره به میت. البته میت در خانه که میشه سنتی است که اما اهل خانه تا 3 روزه چیزی پخته نکنن، اهل منطقه بعدی را درک کنن، برای از اینها غذا آماده کنن چون اینها دردمند شدن. و اگر زن بوده باشد تا 4 ماه و 10 روز خود آرایش نمیکنه و همچنان اگر کسی خواستگاری بیایه درست نیست که این وعده نکاح بدهد و همچنان یا عروسی کند. بس همین قدر است، دیگر چیزی دیگری برای میت نیست. زن وقتی که شوهر میکند، شوهر بالای زن حقوق داره و زن بالای شوهر، هر دو بالای یکدیگر حقوق دارن. البته حق شوهر هم است که باید اطاعتی از را کنه، بدون اجازه از خانه بیرون نشود و کسی را داخل خانه بدون اجازه از نکند و مال از را بدون اجازه مصرف نکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زنهایی که اطاعت شوهرشان میکنه بشارت بسیار بزرگی را برشان دادن. فرمودن اذا صلت المرأة خمسها، اگر زن 5 وقت نماز خود خواند و صامت شهرها و روزه ماه مبارک رمضان گرفت و حفظت فرجها و فرج خود حفاظت کرد از حرام و اطاعت زوجها و شوهر خود اطاعت کرد، روز قیامت برای تو زن چی گفته میشه؟ گفته الله تعالی اختیارش میکنه و برش گفته میشه که از 8 دروازه جنت از هر کدام اختیار داری که داخل شوی. و این حدیث ابن حبان رحمه الله در صحیح خود روایت کرده و علما تصحیح کرده. و قرآن عظیم شان میفرماید وقتی که مخالفت زن شما دیدین که زن از شما مخالفت میکنه، فعظوهن، میگه اینا واعظ و نصیحتش کنین، پندش بدهین. اگر به این هم اصلاح نشد وهجروهن، بسترش ترک بکنین. البته ترک کردن بستر به این معنا نیست که کاملا از خانه انسان بیرون بروه و اصلا با این یک جا نشه، در خانه یک جا زندگی نکنه، این معنا را نداره. در خانه یک جا بوده باشه اما در بستر خواب از این نزدیک نشه، یا در بستر خواب هم اگر داخل میشه روی خود بگردانه از این. بعد از اینکه اگر این به ترک بستر هم نشد وضربوهن، این زن زدن تعذیبی بکنه، یعنی بزند زدن تعذیبی که جایش نشکنه، زیاد اوگارش نکنه، زدن تعذیبی. اگر به این هم نشد باز حکم مقرر شود از دو طرف، از خانواده زن و خانواده شوهر هر دو، و این در میان از اینها اصلاح بکنند. اگر به اصلاح هم نشد آخرین مرحله طلاق است. الله تعالی زندگی هر مسلمان و هر زوج و زوجه را، یعنی هر خانم و همسرش در میانشان زندگی خوبی را بیاره و اصلاح را بیاره و الله تعالی مشاکلی را که در خانواده های مسلمان هاست ایره از سرشان دور بسازد. الله تعالی جوان مسلمان عفت و پاک دامنی برش نصیب بکنه، زنی صالح و نیک برش نصیب بکنه و چشمی از زیر از نامحرم الله تعالی باز بداره و در هر جایی که از صاحب عزت بوده باشه. خونی که از بدن انسان بیرون میشه علما ده اختلاف دارن، بعضیا میگن ناقضی وضو است، بعضیا هم میگن که ناقضی وضو نیست. قول راجح است که خون وضو را نمیشکنه. البته احتیاطی انسان اگر وضو میکنه بهتر است، لکن ناقضی وضو نیست. دلایل در این باره زیاد است. اگر خون از بدن انسان، از زخم انسان بیرون میشه یا حتی چرک و زرده و اینها، انسان نمازش به این کس فاسد نکنه و نمازش از بین نبره، نمازش ادامه بده بخونه. البته هر وقت یعنی اگر احتیاطی وضو کنه بهتر است. زنی که سوال کردن شوهرش از زن قبلیش اولادا داره و اونها فعلا صغیر ماندن، سرپرستی ندارن، اگر این خواهر سرمایه و زندگی داره در بالای از اینها مصرف میکنه
اینها یتیم هستند، اجر بسیار زیاد میگیره و کسی که یتیم کفالت میکنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت دادن روز قیامت ما با او به اندازه فاصله که دو انگشت سبابه و وسطا با هم فاصله کمی دارن، روز قیامت همراه ما فاصلهش همونقدر کم است. یعنی در جنت درجات زیادی داره، بلندی داره. اما ایتو چیزی معین نیست، هر چیزی که به دلخواه خود رضایت خود داد همو کفایت میکنه. الله تعالی توفیقش بیشتر بسازد. الله تعالی فرزند ای خواهر ما را آدمی نیک و صالح و عالم و حافظ قرآن و همچنان داعی دین بگردانه و در روز قیامت سبب سرفرازی و سبب عزتش بگردانه و خیرش هم در دنیا ببیند و هم در آخرت. کار کردن در ادارات دولتی، چی بخش امنیت بوده باشه و یا هم بخش‌های داخله و خارجه و دفاع و غیره، مشکلی ندارد، اما با شروط. شرط اول همیست که این وظیفه سبب بیدینی شور نشود. برابر است که از جانب مقابل بالایزی شرط بگذارن، در صورتی برایت وظیفه میدهیم که دین خدا بگذاری، یا نماز نخوانی، روزه نگیری، ما برای چیزا وقت نداریم، یا اصلا جانب مقابل شرط نمیگذارن اما این انسان ضعف ایمانی داره، در مقابل از اینها تحمل نداره، خجالت میکشه، گاهی میترسد که اگر نماز بخوانم شاید از وظیفه مرا بیرون کنن، اگر روزه بگیرم همچنان، اگر دین خدا اظهار کنم همچنان. پس در این صورت به این وظیفه اصلا اقدام نکنه. اگر اقدام کرده باشه، داشته باشه چنین وظیفه، فوراً باید ترک کنه، دین خدا از دست میدهد. و کسی که چیزی را برای الله تعالی میگذاره، الله تعالی عوضی خوبتر برایش میدهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از الله ترسید، راه برش برابر میکنه، راه وظیفه برش برابر میکنه، رزق برش متوفر میسازه، رزق برش برابر میکنه. شرط اول. شرط دوم، این کار باعثی از این نشود که همراه کافر علیه مسلمان تعاون بکند، مثلا در لشکر کفار داخل شود، علیه مسلمان ها بجنگد، یا جاسوسی برای کفار بکند. این وظیفه ها را انجام دادن کاملا نادرست است، همراه از اینکه خطری ارتدادش است. شرط سوم، وظیفه باعثی از این نشود که این چیزهای حرام مرتکب شود. مثلا اداره است که کاملا تعاملی سودی داره، یا در اینجا حتمی رشوت میگیرن و غیره، تعاملاتی حرام دیگری. اگر یعنی وظیفه راه برای حرام باز کردن یا حرام مرتکب شدن بوده باشه، این وظیفه را هم اقدام نکنه. و شرط چهارم، وظیفه سبب از برای ظلمش نبوده باشه. برابر است که در نیت خود اراده را داره که من از این طریق دشمنان خدا، سیالهای خدا سرکوب میکنم، یا اینکه نیت نداره. البته طبیعتی وظیفه است، وقتی که در این وظیفه داخل شد حتمی باید ظلم کنه، پس این وظیفه ها را باید انجام ندهد. و در غیر از او عام وظیفه دیگری بوده باشه که از او طریق تکسب کنه، یعنی رزق روزی خود طلب بکنه و به دینش خدشه وارد نکنه و همچنان به ایمانش و به عباداتش، باز او صورت مشکلی نداره، وظیفه را انجام بدهد.